آقا من 1 ماه پیش مدارکمو تقدیم کردم. الان 3 هفته است دارم میرم میام. شما امروز به من میگی من نقص مدرک دارم؟ آقای عزیز همین الان خدمتتون عرض کردم. چیزی که الان من تو سیستم دارم میبینم، بعد شما معافی سربازی ندارید. مشکل پایان خدمت. آقا من پاسپورت ایرانیمو لازم آقا. بفرمایید وقت دیگران چی وقت دیگران نگید؟ کارمو باید انجام. من پاسپورت ایرانیمو لازم دارم. هفته دیگه مسافرم. شما متوجه منظور من میشید یا نمیشید؟ بیا. الان هم سیستم قطع. برید آقا 2-3 روز دیگه بیاین ببینم من چیکار می‌کنم. شما 3 هفته است. آقا چی آقا دارم کارم انجام میدم. شما 3 هفته است همین رو به من میگید. من مسافرم. باید برم سر کارم. بلیط دارم آقا. عجله داری آقای من. برو تهران. برو تهران اونجا کارت را می‌کنی. یعنی چی برو تهران؟ خب از اول همین رو میگفتی. من پاسپورتمو همین امروز میخوام آقا. من پاسپورتمو همین امروز داد میزنی. دست نزن آقا. خیلی خوب. من دست نزنید. خیلی خوب اجازه بدید. مشکل چیه آقا؟ مشکل همین اجازه من پاسپورتمو میخوام. اجازه بدید آقا. که سیستم قطع آقا. سیستم قطع من اجازه کاری بدید نمی‌تونم. تشریف بیارید. این آقا 3 هفته است همین اجازه اجازه بدید من حل میکنم دوست من. تشریف بیارید. چی رو حل می‌کنی؟ شما تشریف بیارید. بله آقا شما کارتون چیه؟ بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید بشین. ممنون راحتم. بشین. راحتم آقا عرض. عقلت کم بود پا شدی اومدی ایران. من به دعوت دانشگاه شیراز برای 1 ترم تدریس اومدم اینجا. بهم گفتن معافی. 15 سالم بود از مملکت رفتم، بعد از 22 سال برگشتم. الان که موقعی برگشتنمه میگن معاف نیستی. چرا نخریدی سربازی تو؟ برای اینکه بهم گفتن قانون خرید و فروش خدمت سربازی عوض شده. قانون عوض شده برادر من، بی قانونی که نشده، راه داره. من نمیفهمم. خدا وکیلی نمیدونم چرا همه شمایی که برمیگردید فکر میکنید اینجا بی قانونیه. تو اون اروپایی که زندگی میکنی اینجوری نیست؟